درود و سلام ما را بپذیرید دوستان نهایت عزتمندی ما. تصمیم گرفتیم گروه ایجادی که این هفته در برنامه دنیا پر از جوانی است اطراف موضوع بیماری‌های سیریاتی و خطرهای آن با یک زمره دانشجویان و آموزگاران فعال دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام بابای سینا و همچنین با نماینده از وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان صحبت بیاراییم. امیدواریم که از این صحبت ما شما برداشت خوبه خواهید کرد. سوالها را پیشنهاد میکنم و خواهش میکنم مهمانان در نوبت اول فعال باشید و به سوالها پاسخ بگردانید. شروع میکنیم از آن که سبب و عامل و سرچشمه پیدایش بیماری‌های سیریاتی در ارگانیسم انسانیت از چی است؟ بیماری‌های سیریاتی این گروهی کلونی بیماری‌ها میباشد که از تاثیر باکتریاها، ویروس‌ها، ریکتسیاها و ساده‌ترین‌های بیماری‌آور به وجود میآیند. یعنی که سیریات یافتن معنای بیمار شدن را ندارد. یعنی که در بیماری های سیریاتی اینچنین دارای دوره نهانی یعنی اینکوباسیونی می باشند. معنای دوره نهانی یعنی اینکوباسیونی چیست؟ یعنی که از لحظه به ارگانیسم وارد شدنی برانگیزنده چخیلی که در بالا قید کردیم این برانگیزنده چی شده می تواند؟ ویروس ها، باکتریا ها، ریکتسیا ها، ساده ترین های بیماری آور و تا پیداشوی علامتی بیماری. اینچنین بیماری های سیریاتی شدید و مزمن می شوند. بعدا ما باید درباره سبب و پیدایش این بیماری ها سخن رانیم. خیلی که در بالا گفته گذاشتیم یکی از سبب های پیدا شدن بیماری های سیریاتی این هم باشد از تاثیر خود همان باکتریا ها، ویروس ها، ریکتسیا ها و همان ساده ترین های بیماری ها می تواند به وجود آیند. مکانیزم گزارش این بیماری ها اصلا نجاستی دهانی یعنی که فکال ارال نمی باشد. خیلی که ما میدانیم حالا فرارسی فصل تابستان است و بسیار بیماری های مفصلی مشاهده کرده می شود که با این بیماری ها یکی از بیماری هایی که زود یعنی زیاد در بین اهالی در این فصل مشاهده می شود این هم باشد بیماری سیریات شدید معده روده می باشد. و این بیماری اصلا راه‌های گزارش مخصوص خود را دارد یعنی که زیادتر توسط نجاستی دهانی یعنی که فکال ارال با وجود می آورد که چی طور یعنی که بیمار با شخصی بیمار با محیط اطراف توسط نجاست برانگیزنده را پهن میکند و برانگیزنده با همان آب و محصولات های پالزی سبزوات میوه‌جات ها آلوده می شود یعنی که با در محیط اطراف در خاک با همان پارو آلوده می شود و هنگامی که شخص همان محصولات های پالزی یا اینکه درست کار نکرده شده یا اینکه با دستان افلاس آن را استعمال میکند برانگیزنده و همان وارد ارگانیسم همان شخص می شود. دوم راه این راه غذایی یعنی که هنگام استعمال نمودن غذای درست کار نکرده شده یا اینکه کار کرد نشده یعنی که غذای افلاس همان حاضر میبینیم که بسیار دانشجویان و بسیار همان مکتب بچگانی که در همان سر کوچه ها بسیار همان چیزهای بسنیتری جوابگو نبوده موجودند و اون رو استعمال میکنند و خیلی که ما که طبیب هستیم در بیمارخانه کار میکنیم و بسیار وقتی که از آنها شکایت ها یعنی که از سابقه واگیری، سابقه حیاتی، سابقه زندگی وقتی که پرسان میشویم بسیار همان شکایت ها بعد از بپرسیم که بعد از چی پیدا شد بیماری زیاد میگن که بعد از استعمال همون چیزها در من بعد از همین مقدار معین همین علامت های بیماری مشاهده کرده شد و دیگر راه این راه تماسی یعنی که هنگامی تماس گرفتن با همان اسباب و اشیاءهایی که با برانگیزنده آلوده شده است اینچنین خودی دستان افلاس میتواند هنگام درست یعنی که دیزینفکسیون یعنی که تمیز نکردن دست ها میتواند همان با خوراک را با همان استعمال نماید و میتواند برانگیزنده به ارگانیسم وارد شود و بیمار با این یا آن بیماری سیریاتی گرفتار شود. تشکر. و اینجا شما مثلا یک جمله گفتید که بیماری های سیریاتی بسیار پوشیده هستند.
یعنی که مثلا دوره زود نهانی. عیان نمیشوند و بیمار مثلا تو همون دوره عیانیت شدن یا تو دوره خود رو معین کردن احساس نمیکنن که به چی بیماری گرفتار شده است و من گمان میکنم که از همه راه بدم همین است که این بیماری ها که مثلا زود خود رو مثلا عیان نمیکنن، زود خود رو به نفر بیمار شناس نمیکنن که آشکار نمیکنن. تو البته که راه های پیشگیری رو مثلا نفر بیمار البته کار بگیرد. عامل هایی که با بیمار شدن انسان آورده میرسونند این حالت مسئولیت انسان هم به نظر گرفته می شود و در طب یک کلمه ویرولنت نوکی میگن، یعنی که ویرولنت نوکی همون برانگیزنده چقدر باشد و مقداری همون برانگیزنده با ارگانیسم چقدر وارد می شود. بیمار شدن این کس یعنی که شخص از همین عامل ها وابستگی دارد، یعنی که اگر با مقداری کم وارد شود ارگانیسم امکانیت دارد خودش مبارزه برد و همین رو برطرف سازد. یا اینکه اگر ام کرده شده باشد برای ضد این بیماری الکه آنتیتلا در ارگانیسم انسان وجود دارد و مقابل این بیماری مبارزه می‌برد و این بیماری را یعنی که از بدن رفع می‌کند و یگان علامت کلینیکی و یگان پیدا نمی‌شود. و اگر ایمونیتت پست باشه در برابر این و شرایط‌های دیگر محیط بیرون خوراک و حالت عمومی بیمار یعنی که رزیستنس نوکی میگن اگر که خوب باشد این چیزا با بیمار شوی یعنی که مانع ایجاد میکنند و مقدار ویروس هم یعنی که برانگیزنده هم برای گذشتن این اهمیت مهمی کلینیکی دارد. در حقیقت در بین اهالی نه تنها تاجیکستان بلکه پورا کره زمین شما خیلی قید کردید بیماری های نارسایی مسئولیت آدم رو به افزایش است. این یکی از سبب هاش به اطلاع بودن مردم است آیدی همین بیماری راه های گزارش این بیماری، چون که وقتی آدم به اطلاع باشد الکی به هر کار دست زدنش ممکن است. این به همگان معلوم است، بسیاری شخصان میدونن که راه های گزارش این بیماری های نارسایی مسئولیت آدم این با راه علاقه جنسی با توسط خون یعنی که موادهای خونی و با واسطه از مادر به کودک میگذرد، یعنی که سه راه اساسی گزارش دارد. از مادر به کودک هم توسط شیر دادن به نهایت کم به واسطه خون توسط همراه و از واسطه راه های ولادت هنگام تولد شدن یعنی که با راه طبیعی اگر تولد شود میتواند گذرد. با واسطه موادهای خونی یعنی استفاده سوزان داروهای غیر یک کرته که این بیشتر در بین نشأمندان دیده می شود. خب استفاده موادهای یک چند کرته در بین طبیبان دیده می شود. در حوزه کسمتولوژ ها، سرتاراشخانه ها، همین چیزا اگر که احتیاط کرده نشود همین یعنی که از خونی سیرایت یافته به خونی بیماری شخص سالم که گذارد این الکی به سیرایت‌یابی آورده میرساند. راه دیگر به واسطه لعاب های بدن هم هست، لیکن در مقدار لعاب دهان یا اینکه شیر مادر مقدار این ویروس خیلی کم است و سطح گزارش یعنی که احتمالات گزارش خیلی پست می باشد. خب دوره اینکوباسیونی گفتن از جمله در بیماری نارسایی مسئولیت آدم دوره اینکوباسیونی خیلی دراز است. تا 6 ماه. از 6 ماه زیادتر هم می شود که در شخص علامت های کلینیکی پیدا نشود، یعنی که ارگانیسم تا چندی که قوت دارد مبارزه بردن میگه تا آنجایی که خود ایمونیته یعنی که حجره هایی که تخیل پر و تکیلر میگن در ارگانیسم همینا تا ضعیف شدن یعنی تمام شدنشون. وقتی تمام میشوند بعد با ارگانیسم هر گونه سیرات های دیگر وارد شده ارگانیسم را غلبه میکنه. هست یک چند نمودهای گپاتیت های فرض کردیم A, B, C, D, E هستن. هم خیلی نمودهای گپاتیت ها. خب مسئله گپاتیت A اصلا بیشتر در بین اهالی در کودکان بیشتر وامیخورد و در بیمارستان سیرایتی بیشتری میشن وابسته به این نمودی بیماری. خب این با اصطلاح دیگری گیریم اگر زرد پروین میگویند. خب در بین اهالی بین پدر و مادران منتشر شده است به همین اصطلاح. خب میفهمند از همین چیز و گپاتیت B باشد این همون با توسط حاضر
توسط یعنی سوزاندارایی که توسط خون سیرایت می‌یابند علاقه جنسی به محافظت علاقه جنسی به محافظت ولی به استفاده فرض کردیم موادهای کنتراسپتیوی خب میتواند که ارگانیسم دچار شود به این برانگیزنده خب جهتی گپاتیت ساده‌تر هم بگوید مثلا استفاده چند کرته منمون به قبل ریشگیرک ها میتواند که عامل شود بیند در سرطانخانه و فرض کردیم که در فرض کردیم دندان پزشکو فرض کردیم توصیه میکنم بیشتر استفاده بردن مواد اسباب های یک کرته رو برای هر یک بیمار در علاوه‌دگی به خاطر همین پیشگیری کردن همین چیز که همین برانگیزنده احتمالی گزارشش سیرایت یابی ارگانیسم دوچند نشود بود خب شخصان به نمودهای گوناگون هپاتیت B C گرفتار نشوند. شیوع بیماری‌های سیرایتی عموما دو گروه عامل‌ها را گفتن به موارد است. گروه یکم عامل‌ها این عامل‌های زمینه سازنده میباشند، یعنی ما فون میگیم به زبان روسی. این عامل‌ها از خود بیماری را با وجود آوردن نمیتوانند، اما مساعدت میکنند به آنه که عامل‌های پیاده کننده یعنی خود ویروس، باکتریا یا ساده ترین تواند که بیماری را به عمل آورد. و عامل‌های گفتی زمینه سازنده داخل میشوند این خورد و خوراک نامتناسب که در جوانان امروزه دیده می شود. این فست فود ها یعنی مواد شیمیایی و که بسیار در جوانان سنی مکتب و دانشگاه خوان دیده می شود، یا که این مسئولیت سستی بدن، یا که این مادرزاد ممکن شده می تواند، یا که در عموم احتیاط نکردن این نرم و متدهای از خود محافظت، یعنی لباس تنک پوشیدن، یعنی و یک چند عامل های دیگر که آوردن میرسانند به سست شوی مسئولیت بدن. روشن‌تر بگید باز کدام عامل ها مثلا دیگر عامل ها بجز از اونه که مثلا لباس تنک پوشیدیم باز چی؟ یعنی همین عامل خودی استعمال کردن غذای سرد، یعنی همون در اساسا ما میدونیم که با بیماری‌های سیرایتی این فصلناکی خاص است، بسیاری آنها در فصل‌های تیر ماه زمستان شیوع می‌یابند. در همین زمان‌ها پس شدن خوراک سرد خوردیم، لباس تنک پوشیدیم باز چی؟ در عموم همه آن به آن آورده میرساند که مکانیزم های مسئولیت بدن که در حالت عادی به همین بیماری ها قابلیت مبارزه دارند سست میگردند و با وارد شدن مقداری کمی از همین برانگیزنده ها الکی آدم به همین گونه بیماری ها گرفتار شده میشه. گروه کانتینگنت بیماری های دیگر که در بالا قید شد گفتنی هستیم که بیماری های ظهروی میباشند که در عموم در یک جایی با بیماری های پوستی آنها مختص میشوند. اساسا با بیماری های ظهروی داخل میشوند این بیماری هایی که صرفاً با راه علاقه جنسی انتقال می‌یابند. این سیفیلیس، این گانوریا، خلامیدیاز و تریخومونیاز میباشد که شیوع آن عموما در گروه جوانان سنی به بلاغت رسیده و فعالیت جنسی می‌برده مشاهده کرده می‌شود. عاید بیماری‌های سیرایتی که امروز در جامعه ما خیلی اوج گرفته ایستاده است، اگر از لحاظ مثلا که جنبه جامعه اگر نگاه کنیم دو سمت اساسی خیلی میتواند سد راه این باشد، یکی عائله و دیگری محیط. عائله مثلا پدر و مادر میتواند در همه سمت در همه راه برای پسرش یا که مثلا که دخترش این توصیه ها را دهد که مثلا که در جامعه وقتی که با کسی صحبت میکنی، با کسی رفیق میشوی، با هم نشین میشوی، احتیاط کن از گفتار و مثلا سخنهای او در مسافه احتیاط کن، زیرا که شاعر هم میگوید که همنشینی تو به باید تا تو را عقل و هوش بیفزاید. یعنی اگر همنشین و دوست و رفیقایی که در محیط و اطراف جوانان ما بخصوص جامعه ما اگر خوب باشند، ما میتوانیم این بیماری‌ها را از خود دور کنیم، از جامعه خود دور کنیم. اینا بر همین پدرهای ما مثلا که چگونه که در بالا قید شد که وقتی که میگفتن که میروید مثلا شما در شهر هستید، از دهات میروید به شهر، از این کسلی هایی که هست شما باید احتیاطناک باشید. پیش از همه ما کوشش کنیم که در سطح اخلاقی ما چگونه است، در مثلا که فرهنگ ما این چگونه است. مثلا که ما میگیم هم قدمی زمان بودن، این معنی آن نداره که در همه کارهایی که با ما غیر لازم است در او هم قدم باشیم. در آن کارهای ما باید هم قدمی زمان باشیم، منافع ما باشد، منفعت آور ما باشد، اون علم است و تکنولوژی است و مثلا که پیشروی است این باشد. و اون چیزایی که غیر اخلاقی است ما را از اخلاق و از رفتار و از کردار بیگانه میکند، باید ما در این هم قدم بودن این غیر امکان است. ما را هیچگاه با پیشروی نمیبرد.
ما خطر میارد. البته به حیات ما خطر میرساند. بنابر همین جوانان ما کوشش کنند که وقتی که ما هم قدمی زبان گفتن فکر میکنیم در همه جاده کوشش کنیم که جنبه هم اخلاقی و هم معنوی و هم علمی رو در نظر داشته باشیم. وقتی که اگر ما بگیم که هم قدمی زبان همه چیز رو ما در نظر داشته باشیم، این چیز ما رو هیچگاه به پیشبردی به جامعه مثلا که سالم و به جامعه سازنده آورده نمیرساند. از این لحاظ ما کوشش ما به جوانان توصیه میتیم که شما کوشش کنید در جامعه معاصر که خیلی مثلا که جامعه جهانی است، گلوبالی است، جهانی شوی است، در همه سمت باید جوانان ما زیرک باشن، هوشیار باشن، کوشش کنند که این بیماری هایی که در نه اینکه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام جهان مثلا که این بیماری اوج دارد، گسترش دارد، وقتی که سفر میکنن یک بار میگردن میبیاین پیش از همه مثلا که با کسی صحبت میکنن، با کسی مثلا از جمله با همسران خودشون مثلا که وقتی که اونها علاقه میکنن باید پیش از اونی که علاقه میکنن پیش پزشک روند، دکتر روند که ما مثلا که در مهاجرت بودیم، در مثلا که سفر بودیم، آیا همین بیماری ها در ما هست یا نیست. این چیزها نه اینکه فقط علاقه جنسی بلکه در همین چگونه که متخصصان گفتن، بلکه در مثلا که آب نوشیدن، در همون چیزهایی که ظرف‌هایی که آنها چی با هم استعمال میکنن در همین چیزی نمیشود. این چیزها چی پیش از همه میشود که برای مانع شدن با مثلا اون کسلی‌هایی که مسئولیت بدن مثلا درباره بیماری‌های سیروتی شده میتوان. تشکر. خب یک چیز است، اصلا ما باید تکیه به اعتماد نفسی خود داشته باشیم. پیش از همه اگر ما قادر باشیم که نفس خود را رعایت کنیم، بی شبهه و به دلیل معتمد گفتم میتوانم که به یگان بیماری گرفتار نمیشویم. چون در نوشیدن مثلا آب‌هایی که گفتید یا که محصولات‌هایی که باعث به بیماری‌های سیروتی میشود، دیگر عامل‌هایی که اینجا شما اشاره کردید همچون متخصص، من گمان میکنم که تنها همون ذهنیت درست داشتن در کار، آینده خود را به چشم نیک دیدن در کار و پیش از همه اعتماد نفسی را قادر بودن. خب در این صورت گمان میکنم که ما یک نفر سالم، یک نفر میتوانیم که برای جامعه و برای ملت خدمتگزار باشیم. در مورد خطرهای سیروتی، بیماری‌های سیروتی به حیات آدمی چی گفته میتوانید؟ یعنی که بیماری‌های سیروتی به حیات انسانیت، به زندگی نفر بیمار چی خطر دارد؟ آیدی خطرهای با ارگانیسم انسانیت که با بیماری با این یا اون بیماری سیروتی گرفتار است، یعنی که خطرها نهایت به حیات انسانیت به حیات انسانیت یعنی که در حالی که بیمار با این یا اون بیماری سیروتی گرفتار شد، این وابسته است از نمود بیماری، با کدام نمود بیماری سیروتی گرفتار است. چه که ما میدونیم بیماری های سیروتی نهایت زیادن و من هم چون طبیب سیروتشناس در بیمارخانه که کار و فعالیت میکنم، زیاد با حالت روحی بیماران زیاد سر و کار داریم و خطرناکی در آن است که پیش از همه وقتی که بیمار به این بیماری گرفتار می شود، انسان رو ناامید میکند. بله، انسان رو ناامید میکند و این چونین پیش از همه بیمار از حالتی پیش از همه از شرایطی زندگی که بیمار در آن قرار دارد از همون لحظه در فکر و خیال میرد و نوبسته از آن ما آیدی همه این کاربری ها با بیمار کار میبریم، یعنی که از حالت روحی آن برخوردار میشویم و وقتی که بیمار به این یا آن بیماری سیروتی گرفتار شد، پیش از همه بیماری به حالت روحی آن یعنی که تاثیر میرساند. یعنی که وقتی که با بیمار نظر میکنی، بیمار به نهایت غمگین است، یعنی که وقتی که با اون با بیمار سخنرانی میکنید، سخن میرانی، بیمار نه اونقدر با طبیب در علاقه میرود و این چونین با خود سطح سلامتی همون بیمار ضرر نهایت پس میرساند. وقتی که بیمار با این اون یعنی که به حالت ایمونی، یعنی که بیمار به سطح ایمونی سیستم بدنی بیمار و عاقبت های همان بیماری خطری یعنی که منفی میرساند، یعنی که همین عامل های خطر، یعنی که یکی از عامل های اساسی با عامل های خطر یعنی که میتواند منصوب باشد. به حالت روحانی بیمار تاثیر منفی میرساند، بغیر این به حالت اقتصادی بیمار خطر جدی میرساند، برای اینکه اگر توبت کند این توبت گران ارزش میشود.
خب و از همه مهمش به سلامتی و به حیات انسان خطر دارد. یعنی که بیماری های سیروتی هستند که به حیات انسان خطر دارند، یعنی که توبه نشونده هستند. الکی این با این بیماری الکی وای میداند که عاقبتش با همین بیماری است، دیگر ندارد توبه. چه درباره ویروس نارسایی مسئولیت اون گفتیم، اینجا وقتی که مسئولیت پس می شود الکی بیمار میتواند از دل خواه زکام بفوتد، یا اینکه درباره وقتی که بیماری های گپاتیت ها سخن می رود، این بیماری ها معالجه پورا ندارند. اینها وقتی توبت میگیرند توبتشون یعنی که همون سطحی ویرولنوکی ویروس ها در ارگانیسم پس میکنند و آنها کرخ میشن و آنها تا آخر عمر یعنی که به انتقال دهنده بیماری هستند و هر یک حالت پسشایی مسئولیت یا اینکه تاثیر عامل های دیگر اندوگنی باشد یا اکزوگنی باشد به علامتی به اوج این بیماری آورده میرساند. یعنی که خطر بینهایت جدی دارد به بیماری های سیرویاتی به حیات خود انسان. پیش از همه که این به سلامتی است، طرز زندگی است و صفت زندگی انسان تغییر می‌یابد و علاقه خود را از جامعه کنار میگیرد و وقتی که ناخواسته اگر اوید این بیماری دیگرها اگر آگاه شده باشند علاقه خود جمعیت را از خود دور میکند و این بینهایت به همه جهت به بیمار که خطر تاثیر منفی میرساند. عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است، ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. بینید که ما با اصطلاح در بین جمعیت میگیم که اگر یک جایی که درد کند خیال میکنه که همون جون اساسی در همون منطقه بدن است، در همون قسمتی بدن است. به همون خاطر پیش از همه سلامتی که صحتمندی تندرستی بدن که نعمتی بی‌بهاترین است در ارگانیسم انسان، وقتی که صحتمندی و سلامتی انسان خطر میبیند آسیب میپذیرد، در این صورت پیش از همه چخیلی که همکاری ما قید کردند سطح و صفت حیات پست میگردد و بینید که در نتیجه سطح و صفت حیات که پست گردید الکی وابسته به نمودی بیماری های سیرویاتی و بینید اشتها نیست، فرض کردیم اشتها میپرد یا اینکه خواب ویران میشود، یعنی که همون صفت حیاتی که در حالت مقرری بود در قبلی همون چیز تغییر مییابد و این چیزها هر یک عامل خطر منفی خود را وقتی میرساند و این هم در حالت جسمانی انسان و هم در حالت روحانی انسان جهت منفی خود را البته میرساند. برای اونه که مثلا یک نفر سالم به همین بیماری هایی که سیرویاتیان گرفتار نشوند چیکار باید کند؟ راههای پیشگیری همین بیماری ها چگونه هست؟ راههای پیشگیری بیماری های سیرویاتی چخیلی که در بالا قید کرده گذاشتیم، فصل تابستان هست و بسیار بیماری های سیرویاتی شدیدی معده روده مشاهده کرده میشد و پیش از همه و نهایت زیاد در شخصان این بیماری ها مشاهده کرده میشد و یکی از راه های پیشگیری این بیماری ها یعنی استعمال نمودن آب های تازه و جوشانده کرده شده. این چنین هنگامی آماده نمودن در شرایط خانه یعنی آماده نمودن غذا، شستن دستان و درست آماده نمودن همون غذایی که زنها در شرایط خانه آماده میکنن یا آن را استعمال میکنن و این چنین همان محصولات های پالیزی و میوه‌جات هایی که آنها از بازارها خریداری می نمایند در شرایط خانه باید در آب تازه و آب روان مدت دور و دراز یعنی که شسته شوند. در حقیقت راههای پیشگیری از نمودی بیماری وابسته است. خیلی که از اول ما علاقه در این باره صحبت کرده بودیم و بیشتر ما درباره بیماری های زهروی یعنی که بالای علاقه جنسی دارند و بیماری های نارسایی مسئولیت آدم و گپاتیت صحبت کردیم. یکم راه پیشگیری این رعایت آداب و اخلاق تاجیکانه. بله. اگر همین ما احترام به فرهنگ ملی خود داشته باشیم، خودشناسی ملی داشته باشیم و گذشتگان ما کی بودند و چگونه رفتار داشتند، اگر ما هم خیلی به هم آنها تقلید کنیم یعنی که به راههای غیر اخلاقی نمی رویم و با شخصان بیگانه علاقه جنسی نمی کنیم و به این بیماری های گرفتار نمیشویم و اگر که شدیم باید که پیشگیری وابسته یعنی که وابسته از کدام نمودی بیماری راههای خودی پیشگیری خودش دارد و خوبتر می شود که همین چخیلی خلق کردم رعایت آداب تاجیکانه باشد اگر یگان شخص به بیماری گرفتار می شود، چون که ملت ما از اول تازه پاکیزه و از جهتی یعنی که
اخلاقی مدنیت بالاترین در جهان داره بود بله و هست. چورابینی هایی که عمومی هستند و نمین برنامه هایی که تشکیل میکنند برای خب بینندگان عزیز، برای شنوندگانی که ما رو میشنوند و میبینند، خب انامین چورابینی ها رو شماره‌اش رو زیاد کردن در کار و توسط انامین وسایط اخباری عامه خب مردم عادی اهالی میتواند که از انامین معلومات های مفصلی که در توسط برنامه هایی که شما تشکیل میکنید خب بهره‌مند گردند و معلومات های کافی را وابسته به سوال های خود خب پاسخ گیرند داد، وابسته به پیشگیری انامون بیماری های مشخصی که درباره پیشگیریشون متخصصا صحبت کردن دریابند جواب خود را. قابل ذکر است که برای پیشگیری و مانع شدن و این را صدیرا شدن در یک مقاله که در عرف ما هست که طبیب هر یک کس، هر یک انسان خود انسان است. اگر ما و شما نسبتی مثلا که خودمون و عمر خودمون با اعتماد باشیم، آن را خوب اهمیت دهیم، هیچگاه به این گونه بیماری ها ما گرفتار نمیشیم. اگر ما کوشش کنیم که جهتی مثلا که جامعه سالم داشتن و فرزندی سالم داشتن و آینده یک نیرویی که مثلا که برای جامعه آن را تولید کردن باشد، هر یک افراد جامعه، هر یک فرد جامعه باید نسبتی این بیماری ها اهمیت دهد و تلقین نماید فرزندان خود را، جامعه خود را و در مجموع متخصصان را باید ما اهمیتی هم گوش کنیم که اینها در جامعه خیلی شخصانی با اعتماد جامعه هستند، متخصصانی که ورزیده هستند، آن با تجربه هستند، از آنها استفاده بریم تا که آینده فرزندان ما و جامعه ما به این بیماری ها گرفتار نشوند. پیشگیری همه وقت بهتر از درمان است. برای همین با شهروندان عزیز جمهوری تاجیکستان گفتنی هستیم که با رعایت کردن قاعده های عادی‌ترین گیگینی، یعنی بعد از هر манипуляция گفتی گپا خونگی یعنی و خوجگی شستن دست ها، یعنی استفاده کردن از هر کس از مواد یک کرته، یعنی نگاه بین از خود، یعنی این چی سچاق ها باشد، چی امین برای نگاه بین خود باشد، یک کرته یا و баланд бардоштани маърифатнокии ҷамъият ҳама ин ба он мусоидат мекунад ки ин бемориҳо кам шудан мегирад. دانش طبی رو баланд кардан дар кор аст, маърифатнокии тиббиро баланд кардан дар кор аст ва гуфтанӣ ҳастем ба одамоне ки аллакай бемор шудаанд, онҳо аз ҷомеа канда нашаванд, маъюс нашаванд. шояд ки тибби имрӯза оҷиз бошад аз табобати бемории ВНМО, аммо мо медонем ки пайваста соҳаи тиб дар тараққӣ аст. шояд рӯзе расад ки бар зидди ин беморӣ низ табобат ёфт шавад. барои ҳамин чӣ қадар ки зудтар و بروقتر با یاری تیبی مراجعت نمایند، همان قدر گفتی که شانسی طولانی یافتن حیات هم بیشتر می شود. هر یک شخص اولا طبیب شخصی خود می باشد، یعنی که هر یک شخص باید که به گیگینه شخصی خود اولا اعتبار جدی دهد، یعنی که هر یک شخصی که به گیگینه شخصی خود رعایت میکند هم اطرافیان را هم خود را از چنین بیماری های سرایتی امین نگاه می‌دارد و این نیز یکی از پیشگیری بیماری های سرایتی هم در جامعه و هم در جامعه جهانی محسوب می‌یابد. تکیه به سخنانی اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گفتنی هستم که یگان طبیب باید تصادفی نباشد، یعنی شخصی که خلعت سفید در تن دارد باید وجدانی و دلی او نیز پاک باشد، باید همان بیمار و روحیه بیمار را باید با سخن با معاشرت بلند بردارد. خیلی که معلمه قید نمودند وقتی که طبیبان با بیماران صحبت میکنند روحیهشان خیلی روح افتاده هستند، از زندگی ناامید هستند. باید همین طبیب یک زبان، یک معاشرت داشته باشد که توسط همون سخندانی و توسط معاشرت طبیب بیمار را طبابت کند. چنانه که میگویند گر سخن جا نبود مرده چرا خاموش است. بله، سینای بزرگ نیست، همچون شاعر، همچون نویسنده، متفکر، طبیب سراول میگوید که بیمار را ما باید اول با سخن، بعد در حالتی که خیلی ضرور می شود بعد با تیغ یا با گیاه طبابت میکنه. من آرزو میکنم که تن و جان فرد ملت تاجیک سالم باشد، وارسته از غم ها باشد. برای هر کدام شما زندگی پر محبت آرزو میکنم و آرزوی آن را دارم که از این زیاد تاجیکستان عزیزی ما رشد کند، صلح و ثبات و امن و امنیت در کشور ما ابدی باشد. عزیزان، نقطه میگذاریم به برنامه
امروزه براتون برار موفقیت خانه آباد آرزو میکنیم تا نزدیکترین دیدار خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید.